سلین تو فکر میکنی مشخص نیست از اوزان خوشت میاد، اما مشخص میشه. مزخرف نگو. اویلو منو چرا خجالت میدی آخه؟ چرا خجالت میکشی دختر؟ خب میشه دیگه. اگه خصوصی حرف میزنین من میتونم برم. اویلو مبادا. چی شده؟ هیچی. هیچی نیست. قضیه اوزانه. من که اینو میدونستم. چطور میدونستی؟ از نگاهات مشخصه. خیلی رو مخ هستی. ولی به نظرم میشه، یعنی به هم میای. آره مگه نه؟ منم موافقم. واقعا؟ چهارده سال گذشته؟ داداش 14 سال گذشته. گذشت، ولی چطور گذشت این رو از من بپرس. منتظر کسی بودی؟ متین قراره که بیاد منو ببره به فرودگاه، اما خیلی زود اومده. اونو بیارش تو. منم الان آماده میشم. متین جا بشین. تا 5 دقیقه دیگه آماده میشم. صبح بخیر سیسایی. گزیده؟ خیر باشه. تو میخوای زود بری آوانوس؟ پروازت زوده؟ من هنوز وقت دارم گزیده. بشین، چرا سرپایی؟ چای بخور. نه به خاطر چیز. چی گوشی من؟ آره دیشب یادت رفت تو اون شلوغی. پیش تو مونده بود. ولی شب قشنگی بود. ببخشید من یادم رفته بود تو رو دعوت کنم واسه شام. منم هیچ جوره نتونستم به این عادت کنم گزیده. خب قبل اینکه تو بیاریش اصلا یادم نبود که جا گذاشتمش. وقت تو نگیرم، پس من برم. نه داداش نمان قهوه درست کنه یکم بشینیم. نه ممنون، تو ترافیک گیر میکنی، پروازتو از دست میدی. اینجا هم که خوب نمیشناسی بچه آوانوس. من برم دیگه. پس من مدرقت میکنم. باشه ممنون. گزیده سر حسابی زحمت کشیدی، خستت کردم. این چه حرفیه میزنی؟ منم پیاده روی کردم یکم. چیزه باشه، پس به سلامت گزیده. مراقب باش. ممنونم. پروازت بی خطر. آره فقط تا وقتی که کارای مجوز انجام نشده پرداختی رو حتما انجام بدین. این کارو میکنیم. شما با منشی من حرف بزنین، برای هفته آینده جلسه میذاریم. باشه میبینمتون. سلین خوش اومدی. ممنونم. من این برای کاری داشتم، گفتم حالا که اومدم سورپرایزت کنم. چه خوب، کار خوبی کردی.
چیز کیک کدو تنبل. تا حالا نخوردم ولی فکر کنم طعمش رو دوست داشته باشم. قهوه میخوای؟ خیلی خوب میشه. لطفاً برامون 2 تا قهوه میفرستی و بشقاب و چنگالم بیار. خب چطور پیش میره؟ راستش خوب پیش میره. تو چی؟ منم خوبم، خوب پیش میره. ممنونم. نوش جونتون. شیرینی رو سرو کنم؟ نه من حلش میکنم. خیلی خوب. بفرمایی. نوش جونت. ممنونم. خیلی خوب به نظر میاد. حالا مزه‌شو ندیدی؟ واقعا خیلی خوبه. من نمیدونم چرا تا حالا امتحان نکردم. نمیدونم، شیرینی مورد علاقه منه. فکر کنم میخوای یه چیزی بگی. راستش من همینجوری نیومدم اینجا. میخوام باهات حرف بزنم. بهتره بگم توی یه موردی میخوام نظرتو بپرسم. در مورد اوزان؟ آره دقیقاً. آره فهمیدیم. از اوزان خوشت میاد. خب موضوع چیه الان؟ نمیدونم اون از من خوشش میاد یا نه. خب انگار علاقه ای داره اما خودمو مثل نوجوانا حس میکنه. عشق دیگه تبدیل به نوجوان میکنتت. مجبورت میکنه کارهای مسخره انجام بدی. اونم چه جور؟ تو احساسات منو فهمیدی. به نظرت اوزانم فهمیده؟ نمیدونم، چون من و اوزان هنوز اونقدر صمیمی نشدیم که راجع به این چیزا حرف بزنی. خب تو چی فکر میکنی؟ اگه از چشم یه پسر نگاه کنیم به نظرت به من علاقه ای داره؟ مرد فوراً نشون نمیدن آخه. اما تو نشون میدی. از چشات مشخصه که اویلومو چقدر دوست داری. حتی اینطوری بگم مثلا وقتی تو توی اتاقی من با نگاه کردم به تو میتونم بفهمم اویلوم اونجاست یا نه. چی شده؟ چی؟ ایلهان! چی شده؟ این چیه؟ تحت حمله سایبری هستیم آقا تولگا. نمیتونیم به جای دسترسی پیدا بکنیم. برای پیشگیری خیلی دیره. از این لحظه به بعد تمام سیستم‌های توی شرکتایی که مسئول امنیت سایبری اونو بودی تحت کنترل. آی پیشونو شناسایی کنین. همین الان میخوامش. همین الان. برای پیدا کردن ما زمان از دست نده تولگا. به مشتریات رسیدگی کن. مثلا الان تمام سیستم‌های بیمارستان مدیال از کار افتاد. کل عمل‌ها و درمان‌ها نیمه تمام مونده. به سوابق بیمار دسترسی ندارن. کارها وایساده. نوبت دانشگاه تشویقی است. یکی از بزرگترین مشتریات. الان دانشگاه هم قفل کردیم. بیشتر از 30 مشتری الان کور و کر هستن تولگا. همشون فلج شدن. الان داریم زنده حرف میزنیم. این ضبط میشه؟ به نظرت تو کی هستی؟ چی میخوای؟ میتونی به من بگی دارک؟ الان تو استانبول ساعت 11:25 است. تا ساعت 17:25 وقت. برای چی وقت داره؟ برای اینکه 10 میلیون دلار به ما بدی. به محض اینکه پولو بدی دوباره سیستم رو به کار میندازی. اگه نهایتاً تا 6 ساعت دیگه 10 میلیون دلار رو نفرستی تمام سرورایی که توقف شده به طور کامل حذف میشه. وقتی پولو تهیه کردی به شماره حسابی که روی صفحه است واریز کن. شماره معکوس شروع میشه. وایسا نرو. وایسا. وارد پروتکل حمله میشیم. تا وقتی که این موضوع حل نشده ورود و خروج به شرکت ممنوعه. فهمیدین؟ سلین تو هم دیگه باید بمونی. چه آگهی؟ خب آگهی ترحیم بود. آگهی سالگرد نوشته بود تو 14مین سال فوتش با دلتنگی یادش میکنیم. علی سزای اوکیان. اما برای اینکه من نبینم فوراً بست. ای بابا، نکنه برای اینکه نخواست تو ببینی که نوشته با دلتنگی یادش میکنیم فوراً بسته؟ چرا؟ اگه ببینم چی میشه؟ خب پس چرا؟ نمیدونم.
نمیدونم، اما چیزی که میدونم اینه که سزایی در مورد زنش یه رازی داره. آی من کنجکاو این زنه شدم. وایسا. من نگاه کردم، نگاه نکن. البته میخوای ببین، ولی اونجا فقط یه سماعت اوکیان هست، اونم یه دختر جوونه. آره واقعا نیست. نفهمیدم. گزیده جون پس باید منتظر بمونی. گفته که بهت توی زمان مناسب میگم، مگه نه؟ آره منتظر که میمونم، اما خیلی کنجکاوم. میز آماده کنم خانم قاضی؟ آره عزیزم. آبجی نازان برای کار دیرش نشه. نه من چیزی نمیخوام، ممنون. چرا؟ خب من قبل از اومدنم یه چیزایی خوردم. بعدن باشه. خب این پرونده رو نگاه کن. رد آیدرو تو اندونزی تغییر کرد اما بعدش نرسید. آره خوشحال میشه. از کدی که ندونم استفاده امروز مشکلی برای شرکت پیش اومده نمیتونیم خدمات تلفنی رو بدیم. خیلی متاسفم. بله. این کار بابامه؟ نیست داداش. ببین مطمئنی بابام خیلی نفوذ داره؟ مطمئنم نیست. ببین 3 ماه پیش تو بلگراد پیگیرشون بودم. درست شرکتی مثل مال تو رو هک کردن. از اونا هم 10 میلیون خواست؟ دقیقاً داداش. پرداخت کردن؟ مجبوراً پرداخت کردم. ببین فقط آلتان کاشف‌اغلو تو این کار دست داره، یعنی این خیلی مهمه. مطمئنم داداش به بابات ربطی نداره. میدونستم یه همچین چیزی سرت میاد. اون همه بهت گفتم یه فایروال جدید نیاز. گوشیم کجاست؟ گوشیمو بیار. آقا تولگا، از منابع شرکت 3 میلیون دلار میتونیم بفرستیم. ولی سخت فوراً نقد کنیم آقا تولگا. وقت کمی داریم. اگه تا 3 ساعت پرداخت کردیم که کردیم. یعنی 7 میلیون دلار کمی باشه. خوبه. اگه آقا آلتان وارد عمل بشه؟ آقا آلتان چرا باید وارد عمل شه؟ این شرکت مگه مال اونه؟ مال کیه این شرکت؟ دیگه نباید تو این شرکت اسم آلتان کاشف‌اغلو رو بشنوم. فهمیدین؟ ادامه بده. یه لحظه. باشه آقا آلتان. یه لحظه. بله. آقا آلتان. چتین هستم. چتین؟ کدوم چتین؟ چتین که پنجی از توکس. آها اون چتین. چی شده چتین؟ آقا تولگا تو دردسر بزرگی افتاده. هنر این نیست که شرکت تأسیس کنیم. هنر مدیریت اون شرکته. آقا تولگا به خودش خیلی اعتماد داره. حل کنه. زیاد ممکن نیست آقا آلتان. موضوع مدیریت شرکت نیست. چی شده؟ یه دزد سایبری به اسم دارک سیستمایی که توکس پشتیبانی میکرده رو هک کرده. اگه زود حل بشه ضرر رو بیمه جبران میکنه. اگه سیستم پاک بشه میتونن از آقا تولگا صدها میلیون دلار غرامت بگیرن. این دزد سایبری چی میخواد؟ 10 میلیون دلار. فقط 6 ساعت وقت داشتیم که 2 ساعتش مونده. باشه.
اویکو بیا ببین چی نشونت میدم. الان ببین اینو با این قاطی میکنم. به نظرت چه رنگی میشه؟ نمیدونم. نمیدونی؟ پس امتحان کنیم. الان تا 3 بشمار مادام کوری. 1 یواش بشمار. 2 و 3. حدس بزن چه رنگی شد؟ سبز. آره سبزه. بگیر. تو الان اینو قاطی کن. دوبله شده در استودیو جم. الو. بله یشیم خانم. سلیمه چی کار میکنین؟ خوبیم یشیم خانم. تو پارکی. رفتیم پارک؟ بله اویکو گفت حوصلم سر رفته آوردم هوا بخوره. کار خوبی کردین. گوشی رو میدی صداشو بشنوم؟ یه لحظه صبر کنی صداش کنم. اویکو مامانت پشت گوشیه میخواد باهات حرف بزنه. اویکو جون داره بازی میکنه. یه دوست جدیدی پیدا کرده بچه بامزه. باشه پس کاریش نداشته باش. خب شال گردنشو خوب بستی سردش نشه؟ بستم. باشه پس بعدم بهت زنگ میزنم. فعلا این پرونده رو نگاه. اینجوری هم میشه. به اینم یه نگاه بندازیم. آره صبح دارم تلفن رو جواب میدم. اینا رو همه رو خوب بررسی. کار کی میتونه مشکل باید خسته سعی شده بگی. آره اینم خوبه. موضوع رو میدونم. بذار کمکت کنم. ببین این شرکت منه، مشکل منه، به تو مربوط نیست. چطور میخوای حل کنی؟ 1 ساعت از وقتت مونده. احساساتتو بذار کنار تولگا. فقط تو نیستی که نابود میشی. اگه تا 1 ساعت دیگه این پولو ندی بیمارا میمیرن. آدمایی که نمیشناسیشون نابود میشن. فقط چون تو این پولو ندادی این اتفاقات میفته. راضی هستی؟ غرورتو بذار کنار تولگا. بعدن دوباره مشکلتو با من ادامه میدی. چرا وای نمیستی؟ این چرا وای نمیستی؟ پولو جای درستی فرستادین دیگه ها؟ بله. پس چرا وای نمیستی؟ درست شد تموم شد بیا اینجا. بخیر گذشت. خدا رو شکر بخیر گذشت. مطمئن بودم حل میشه آقا تولگا. بخیر گذشت آقا تولگا. خدا رو شکر. دوستان از همتون واقعا ممنونم. امروز روز سختی رو پشت سر گذاشتیم. منو همراهی کردین واقعا ممنون. ما متشکریم. ما متشکریم آقا تولگا. ما چه روزی رو گذروندیم تولگا. مجددا بلا به دور باشه. شرمنده سلین، تو تو وضعیت مسخری قرار دادم، ببخشید. مزخرف نگو، چه شرمنده ای؟ من که چیزیم نشد. من واسه تو ناراحت شدم. در ضمن خیلی خوب وضعیت رو مدیریت کردی. کجا مدیریت کردم سلین؟ نتونستم هیچی رو مدیریت کنم. اگه بابام وارد عمل نمیشد همه چی تموم بود. تولگا میخوام یه چیزی بگم. به نظرم این اتفاقاتو به اویلوم نگی بهتره. من هیچی ندیدم، هیچی نمیدونم، نگران نباش.
اویلوم گفت عمو آلتان دیگه تو زندگیمون نیست. گفت دلیلش رو نپرس. نمیدونم چرا اینطوری گفت. دلیلش رو از تو هم نمیپرسم، اما شاید موقعیت مناسب نباشه که به اویلوم بگی. فقط همینو بهت بگم که بابام در حق خاله گزیده اشتباه بزرگی کرد. در اصل حق کل خانواده. منم نمیتونم چیزی بگم، اما حق دارن که بابامو خط بزنه. منم اونو خط زدم. خط زدم. خدا نگهدار. بهرام؟ سوار شو. یعنی چی سوار شو؟ کجا میریم؟ تو سوار شو. اویلوم بجم. باشه. البته من اینطوری راه کسی رو سد نمی کنم. خواستم بگم که اشتباه متوجه نشی. منم اینطوری سوار ماشین هر کی که راهمو سد کنه و بگه سوار شو نمیشم. اما خب حالا داریم کجا میریم؟ اومدیم اینجا غذا بخوریم. تو بیا. اما من سیرم. گفتی بیا دیگه. بریم. صبح بخیر آقا بهرام. چرا اومدیم اینجا بهرام؟ الان میبینی. بیارید. بهرام رفیقمونو شناختی؟ شناختم. آره، برای این مرده اینجا چی کار میکنه؟ بهرام این چه وضعیه؟ اومده بابت پیامی که دیروز برای تو فرستاده معذرت خواهی کنه. بهتره بگم نمیدونست چطور پیدات کنه. ما با دوستان بهش کمک کردیم. مگه نه؟ شت. تو سرکار خانومو میشناسی؟ جواب بده دیگه، داره ازت سوال میپرسه. آروم باش، چیزی نیست، داریم حرف میزنیم. هی بچه ها زبونشو که نبریدید ها؟ حرف نمیزنه. شاید لال آقا بهرام. نه لال نیست. اون روز داشت مثل بلبل حرف میزد. پیامی که با اویلوم خانم فرستاده رو هم دیدی. خوندن و نوشتنم بلده، مگه نه؟ بهرام بسی دیگه این موضوع تموم کن. خواهش میکنم از اینجا بریم. این مرده رو ببرین از اینجا، تمومش کن. از خانم عذرخواهی کن. این هنوز آماده نشده. برش گردونین همونجا. نه برینش اونجا. بهرام داری چی کار میکنی؟ نه این اگه یخش آب بشه بار دیگه نمیره شده در استدیو خراب میشه، چون تو کار گوشتم خوب میدونم. شما معطل نکنین، بذاری تو یخچال. معذرت میخوام. بیا گفت. جانم؟ معذرت میخوام. من انگار نمیشنفم. ببینم چی گفتی؟ خیلی معذرت میخوام. لطفا آقا رو تشویق کنی. تشویق کن، محکم تشویق کنی.
واسه من قبوله. آیلون قبول میکنم دیگه بریم از اینجا. یه لحظه. اسم و فامیل و پلاکت دست منه. شنفتی؟ اگه از این به بعد بزنی همچین پیامی بفرستی جمله رو تموم نمی کنم. شنفتی؟ خوبه. ببرید همون جایی که بود. بریم. ممنونم. نوشه جان. امر دیگه ای دارید آقا بهرام؟ با قهوه چیزی میخوای؟ تو باز یه چیزایی بیار. به من چرا اونطوری نگاه میکنی ها؟ به همه اینا واقعا نیازی بود بهرام؟ به شیرینی؟ نه خب من گفتم که همراه قهوه خوب میشه. همین. مرده رو دستگیر میکنین بعد میبرین میذارین توی یخچال نمیدونم منفی چند درجه. باشه. یعنی چی باشه؟ چرا به این چه نیازی بود؟ یعنی چه نیازی بود؟ پیامی که فرستاده بود و یادآوری میکنم. من اون پیامو خوب یادم آقا بهرام، چون گذاشتمش تو شکایت نامم. دادگاهم کاری که لازم هست رو میکنه. باشه دادگاه باز کارشو بکنه. کسی کاری به دادگاه داره؟ نه. آیلون ببین این آدما رو خوب میشناسم. باشه اینا از حق و حقوق و عدالت چیزی سرشون نمیشه. اینا فقط ترس سرشون میشه. از این به بعد یه جمله که هیچ، یه حرفم نمیتونه برات بفرسته. من نیتم اینه که مزاحم زنای دیگم نشه. همین. باورم نمیشه. چرا باورت نمیشه؟ تو کدوم کشور زندگی میکنی؟ تو سوئیس زندگی میکنی؟ نه اونو نمیگم. باورم نمیشه که نازوش پسر خالی مثل تو داره بهرام. واقعا؟ اصلا شبیه نیستی؟ از نیم رخ. خب در اون حد شبیه نیستی؟ نازوش قاضیه بهرام. از اونایی هستن که تو دادگاه هم قاضی. اینجا تنها رستورانته؟ تو استانبول آره. خب پس جای دیگه هم هست؟ هست. تو بودروم، تو ازمیر، آنکارا. البته مورد علاقم دیاربکره. اون وقت اونام همچین سردخونه هایی دارن آقا بهرام؟ ببینش. ببخشید. بله ارجان. چه خبر بهرام خان؟ خوبم، تو رستورانم قهوه میخورم پیش دوستمم. تو چی کار میکنی؟ دوست به سر دوستتم اینجاست، تو اسکله تولگا کاشف اردو. واقعا؟ اومده کشتی باباش. باشه چیز کن، عکسشو بگیر برام بفرست. کنجکاوم. باشه یکم دیگه برات میفرستم. باشه دمت گرم.
واقعا ببخشید. ببخشید منتظرت گذاشتم. باید یه ایمیل مهم می نوشتم. مهم نیست. مشکل حل شد. سیستم کار میکنه. کار میکنه. خوبه. چیزی میخوای بگی؟ امروز من از یه دردسر بزرگ نجات دادی. بهت بدهکار شده. من ازت ممنونم. مهم نیست. قهوه‌ای چیزی میخوری؟ هر وقت که بخوای میتونی بری. باشه. اومدی تشکر کردی. دلت نمیاد که از بابات تشکر کنی و بری تولگا؟ روزی که به دنیا اومدی و یادمه. یکم زود به دنیا اومده بودی. 8.5 ماه. دادنت بغلم. اندازه یک کف دست بودی. میترسیدم که بهت آسیبی برسونم. مامان بزرگت کنارم بود. گفتم بگیرش. نمیتونم نگه دارم. گفت چرا؟ گفتم میترسم. گفت بچه همچین شده چیزی. در استدیو جم. تا وقتی نفس میکشی میترسی. پدر بودنم همچین چیزی. میخوای منو دوست داشته باش، میخوای متنفر باش. تا وقتی زنده‌ام هر بار که تو سختی باشی کنارتم. چه تو بخوای چه نخوای بذارم. یه قهوه دیگه؟ نه ممنون. حتی من دیگه برم با اجازه.
چرا نشسته بودیم خب؟ نه دیگه من برم. باشه. بابت قهوه ممنونم. خواهش میکنم، چیزی نبود که. میخوای بچه ها تو رو با ماشین برسونم؟ نه خیلی ممنون، لازم نیست، من میخوام پیاده برم. باشه. خدا نگهدار. به سلامت. بله تولگا جان. آیلون کجایی تو؟ چطور؟ من بیرونم، باید با هم حرف بزنیم. باشه دارم میام. تولگا زیاد منتظرت گذاشتم؟ خیلی ترافیک بود. نه منم تازه رسیدم. گفتی باید با هم حرف بزنیم، چی شده؟ آیلون من خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم عزیزم، اما قرار نیست در مورد این حرف بزنیم مگه نه؟ در مورد چیز دیگه ای میخوایم حرف بزنیم. الان کدوم رنگو درست کنیم مادام کوری؟ بنفش. بنفش نمیشه؟ البته که میشه اما اون کارش یکم طول میکشه. بهتره فردا اونو انجام بدیم. اوکی؟ این دفعه صورتی درست کنیم؟ باشه. اوکی. پس الان ازت یه سوال 100 امتیازی میپرسم. کدوم رنگا رو قاطی کنیم صورتی میشه؟ این با این. نه ببین اون دوتا نمیشه، اونا قاطی نمیشن. وایسا من بهت نشون بدم. اینو میبینی؟ اینو با این هم میزنیم. اوکی؟ اون صورتی میشه مگه نه؟ آره صورتی میشه، صورتی روشن مثل پشمک میشه. یه بویی میاد نه؟ بوی غذا. وای مرغا تو فریادمون رفت. اویکو من الان میام عمو جون. باشه به هیچی دست نزن، مراقب باش. من که برگشتم با هم صورتی رو درست میکنیم. اوکی عمو جون؟ گندش بزنن. سزایی خوش اومدی. شب بخیر گزیده. شب بخیر، بیا تو گلخونه حرف بزنیم. یه چیزی بپوشم بیا. بذار به زینب بگم چایی بیاره. گزیده جانم چایی آفر کن. میخوام یه چیزی بهت بگم. من اومدم یه چیزی رو اعتراف کنم گزیده. میشه بشینی لطفاً؟
در حقیقت باید ماها پیش این حرفا بهت میگفتم. یعنی باید از همون لحظه اولی که این رفتارهای عجیبمو دیدی همش رو بهت میگفتم گزیده. به نظرم باید همون موقع بهت اعتراف میکردم گزیده. اما اعتراف کردم به بعضی چیزها خیلی سخته. از طرفی میگم همه چیزو بگو، اعتراف کن مرد. از یه طرفم میگم ساکت شو. آدم به خودشم نمیتونه بگه. گاهی وقتی به خودم میگم خوابم میبره، زندگی مثل جهنم میشه، روزم سیاه میشه. گزیده من سال هاست که توی تاریکی زندگی میکنم. سال هاست تو تاریکیم. اما برای تعریف میکنم. همشو از اول تعریف میکنم. از اولشو برات میگم. شده در استدیو جن. حقیقته که بدونی تو چه تاریکی زندگی کردم. شاید اون موقع مرا بهتر درک کنی و کمکم کنی. خانم قاضی بیای.